اولین گریه یعنی رسیدم، حتی اگه نخوام. در ظلمتی عمیق غوطه برید، مثل دانه‌ای که در دل خاک خفته است. ناگهان زمان شکفتن میرسد. پوسه میترکد، نور میتابد. اولین نفس، اولین نگاه، اولین لمس. همه چیز برای اولین بار واقعی میشود. تولد نه فقط ورود به دنیا، بلکه ورود به همه لحظاتی است که هنوز کشف نشده. لحظه‌ای که برای نخستین بار با جهان یکی میشوید. هم نفس شدن با جهان و روشن شدن چیزی درونتان که تا ابد، یعنی تا پایان قصه قرار است بتابد. و درست قبل از آن لحظه، قبل از شروع قصه ما، در جایی نرم و امن بودید. جایی گرم و آرام که حتی پیش از دیدن جهان آن را حس می‌کردید. آرامشی عمیق که شاید هنوز جایی در وجودتان مانده است و پیش از آغاز هر تجربه‌ای با شماست. سلام، من فاطمه‌ام و افتخار این رو دارم که امروز هم میزبان شما باشم. اینجا زیستن، جایی که حقیقت بین ما شکل میگیره. تو این قسمت میخوایم با هم به زمانی بریم که هممون تجربهش کردیم. از گرمای دل مادر قبل از اولین نفس تا لحظه‌ای که برای نخستین بار پا به این دنیا میذاریم. تحقیقات مختلف نشون میده که حتی قبل از تولد انسان حس میکنه، یاد میگیره و تجربه کسب میکنه. انگار هر حرکت کوچیک مادر، هر صدایی از مادر یا هر لمس اون قرار پایه‌هایی باشه برای تجربیات آینده اون. اما سوالی که پیش میاد اینه که واقعا چجوری امکان داره لحظاتی که ما هیچ چیزی ازشون به یاد نداریم این چنین تأثیر بزرگی رو روی آینده ما بذاره؟ پس گفتیم که از همون لحظات ابتدایی جنین همه چیز رو حس میکنه، حتی بدون اینکه بفهمه چرا. یعنی انگار ضربان قلب مادر، احساسات مادر یا حتی حالت روحی که تجربه میکنه همه میتونن از طریق جفت و به واسطه هورمون‌ها به بدن جنین انتقال پیدا کنن. وقتی که مادر آرومه، یعنی ضربان قلبش حالت عادی داره و هورموناش متعادلن، از اون طرف جنین هم آرومه. اما وقتی که مادر نگرانه یا مضطربه، با فعال شدن سیستم سمپاتیک و یه سری هورمونا مثل کورتیزول یا آدرنالین که هممون میشناسیمشون، جنین هم درگیر این اتفاقی که توی بدن مادر افتاده میشه. یه مطالعه‌ای رو اومدن روی 500 تا زن باردار توی دانشگاه مونیخ برگزار کردن که ببینن اگه مادر توی دوران بارداری استرس بالایی داشته باشه چه اتفاقی برای جنینش میفته. نتیجه اینجوری بودش که مادرایی که توی 3 ماهه سوم بارداریشون بودن و یه نمره بالایی رو، یعنی نمره بالای 19 رو توی آزمون PSS دریافت کرده بودن، جنین‌هایی با سطح استرس خیلی بالاتر رو به دنیا آورده بودن. و البته این پایان ماجرا نبود. این جنین‌ها توی بزرگسالی هم به شدت به بیماری‌هایی مثل افسردگی، اضطراب یا اختلالات خودایمنی مستعدتر بودن. انگار میتونیم بگیم جنین اولین درسایی که داره از زندگی میگیره درسای خیلی خوبی نیستن و خب به طبع قراره تو آینده هم واکنش نشون بده. یه چیز کوچیکم که بهش اشاره کنم راجع به اون آزمون PSS، یه آزمونی داریم تو روانشناسی به اسم PSS که میاد میزان استرسی که فرد به یه اتفاقی که توی گذشتش افتاده رو میسنجه، یا میزان استرسی که والد نسبت به والدگریش داره. حدوداً 10 یا 14 تا سواله و هر سوال 0 الی 4 تا نمره داره و اگه نمره بالای 19 دریافت بشه یعنی میزان استرس در سطح بالاتر از حالت عادی قرار داره. خب برگردیم سراغ بحث خودمون. همه اینو واکنش‌های غیر ارادی که جنین انجام میده مثل یه مدل یادگیری اولیه برای بدن و سیستم عصبی اونه. جنین داره یاد میگیره که چجوری باید به اتفاقات مختلف واکنش نشون بده. حتی میتونیم بگیم لگد زدن جنین هم نوعی واکنش نسبت به کنشیه که توی بیرون داره اتفاق میفته.
اینجا جنین داره نقشه اولیه واکنش به محیط رو میکشه و هر محرکی که اتفاق بیفته، هر شادی، هر غم، هر عصبانیت مادر یه اثر بلند مدتی روی اون میذاره. جنین داره یاد میگیره که اگه دنیا ناامن بود چجوری واکنش نشون بده، اگه محیط بیرونی پر از استرس شد باید چجوری واکنش نشون بده، یا اگه استرس خیلی بهش غلبه کرد همون جوری که مادر واکنش نشون میده رفتار کنه یا نه. بیایید یکم راجع به احساسهای مختلفی که مادر تجربه میکنه و اثری که روی جنین میذاره هم صحبت کنیم. مثلا فکر کنید که یه اتفاقی توی دنیای بیرونی باعث شده که مادر عصبانی بشه یا خشمگین بشه. چه اتفاقی میفته؟ خب به حالت طبیعی بدن پر از هورمونایی مثل کورتیزول یا آدرنالین میشه. این هورمونا چی جورین؟ مثل یه زنگ خطر عمل میکنن که به همه بدن هشدار میدن. به قلب که ضربان رو سریع‌تر کنه، به ریه ها که نفس‌ها رو سریع‌تر کنن، به عضلات که منقبض‌تر بشه و انگار بدن توی حالت آماده باشی قرار میگیره. خب این تأثیرات قراره از بدن مادر و از طریق جفت به جنین هم انتقال پیدا کنه. یعنی اینکه جنین هم قراره نفساش سریع‌تر بشه یا ضربان قلبش تندتر بشه یا حتی حرکات جنین خیلی محدودتر بشه. قطعا شما هم از یه زن باردار توی حالت بد اینو شنیدید که میگه دیگه احساس میکنم بچه لگد نمیزنه یا دیگه تکون نمیخوره. انگار میتونیم بگیم جنین هم اینجا با مادرش درگیر اون اتفاق بیرونی شده. اغلب متاسفانه تحقیقات نشون میده که اگه جنین مدت زمان طولانی با این هورمونا به واسطه مادرش در واقع در تماس باشه، اتفاقات بدی تو آیندهش میفته. مثلا یه سری‌ها رو دورمون دیدیم که نسبت به صداهای بلند واکنش‌های خیلی شدیدتری نشون میدن. مثلا صدای یه بادکنک که میترکه یه نفر رو خیلی بیشتر از بقیه میترسونه. میتونیم بگیم این یکی از دلایلش همون کودکیه. وقتی که جنین مدت زمان زیادی با عصبانیت یا با صداهای بلند در تماس باشه، در آینده هم خیلی نسبت به این صداها حساس‌تره و خیلی واکنش‌های بیشتری هم نشون میده. همونجوری که تو بچگی هم در واقع به خاطر مادرش واکنش نشون داده. حتی نگرانی‌های روزمره‌ای که مادر داره هم اثر خودشو میتونه بذاره. این نگرانی‌ها مثل یه سری موج‌هایی که خیلی ریزن ولی مداوم و همیشگی‌اند به بدن جنین انتقال پیدا میکنن. انگار میتونیم بگیم که این باعث میشه که جنین همواره حس کنه که دنیا پر از اتفاقات غیر قابل پیش بینیه و همیشه باید برای اونا آماده باشه. خب قطعاً این موضوع باعث میشه که سیستم عصبی جنین یا سیستم استرس جنین خیلی حساس‌تر از حالت عادی شکل بگیره. یه نکته خیلی مهمم که باید بهش اشاره کنیم اینه که ما راجع به چند تا لحظه کوتاه خشم و عصبانیت حرف نمیزنیم. ما داریم راجع به احساسات مداوم و طولانی مدتی که در واقع مادر باردار داره حرف میزنیم. و یه نکته خیلی مهمتر این که وقتی صحبت راجع به کودکی و اثری که روی بزرگسالی میذاره میشه، توجه به این نکته خیلی مهمه که هیچ کدوم از این اتفاقات قرار نیست به طور کامل سرنوشت یک فرد رو بسازه. زندگی قطعاً چیزهای دیگه‌ای هم برای تجربه کردن داره، قطعاً فرصت‌های دیگه‌ای هم برای یادگیری و تغییر داره و برای کودکی که آسیب دیده نمیتونیم بگیم اینجا پایان ماجرایمونه. خب اگه یکم بخوایم راجع به احساسای خوبی هم که مادر تجربه میکنه حرف بزنیم، میتونیم عشق، شادی یا در واقع آرامش رو مثال بزنیم. تصور کنید که یه اتفاقی توی دنیای بیرونی باعث شده که مادر عشق واقعی یا شادی خیلی زیادی رو تجربه کنه. خب توی این حالت بدن پر از هورمونایی مثل اندروفین و اکسیتوسین میشه.
خلاصه بخوایم بگیم اندروفین همون هورمون شادی و اکسیتوسین همون هورمون عشق. وقتی مادر توی دوران بارداری برای اولین بار عشق واقعی و عشق زیاد رو تجربه میکنه، برای نخستین بار به فرزندش حس آرامش رو منتقل میکنه. توجه کنید که جنین هنوز احساس عشق رو تجربه نکرده. عشق برای جنین چی جوریه؟ عشق برای جنین مثل یه دریا میمونه. جنین اول باید موجهای دریا رو بشناسه. موجهای دریا مثل نوازش، مثل آرامش، مثل محبت. موجهای دریا یا در واقع همون ریشه های عشق. جنین هنوز هیچ درکی از مفهوم من و دیگری نداره و فعلا باید برای احساس عشق خیلی صبر کنه. فلاسفه همیشه با یه سوال خیلی مهم درگیر بودند و اونم این بوده که واقعا آغاز ما کجاه؟ مثلا ارسطو اینطوری فکر میکرده که جنین قبل از اینکه به دنیا بیاد 3 مرحله رو از سر میگذرونه: روح نباتی، روح حیوانی و در نهایت روح انسانی. توی مرحله اول همونجوری که از اسمش پیداست مثل یک گیاه رشد میکنه و تغذیه میکنه و چیزی بیشتر از یک نبات نیست. اما توی مرحله بعدی یعنی روح حیوانی که امروز هم زیاد راجبش صحبت کردیم، یه ارتباط جدیدی بین جنین و مادر به وجود میاد. حرکات جدیدی شکل میگیره، واکنش ها و احساسات جنین میتونن به وجود بیارن و همه اینها. توی مرحله بعدی یعنی روح انسانی که از نظر ارسطو تمایزیه که بشر با همه موجودات دنیا داره، روح انسانی یعنی عقل و آگاهی شکل میگیره. از نظر ارسطو جنین همواره در حال یه تمرین دائم برای بودن، برای زندگی و برای آغازه. ارسطو اینطور فکر میکرده که انسان نه از یک اتفاق خیلی خارق‌العاده بلکه از یه فرایند طبیعی به وجود اومده. از ترکیب نطفه زن و نطفه مرد نطفه شکل میگیره که هنوز کامل نیست اما توانایی تبدیل شدن به انسان کامل رو داره. اما از نظر افلاطون که استاد ارسطو بوده، تولد فقط یه فرایند جسمانی نیست بلکه یه لحظه شگفت‌انگیزه که روح از دنیای ایده ها وارد دنیای واقعی میشه. اما دنیای ایده ها چیه؟ افلاطون میگه که فراتر از هر چیزی که ما میبینیم و لمس میکنیم یه دنیای کامل و بی‌نقص وجود داره که بهش میگیم دنیای ایده ها. توی دنیای ایده ها همه چیز شکل کامل و واقعی خودشونو دارن. مثلا همه میزایی که ما تو این دنیا میبینیم امکان داره شکل‌های مختلف، اندازه‌های مختلف یا عیبای مختلف داشته باشن، اما یه میز کامل و بدون هیچ نقصی توی دنیای ایده ها وجود داره و هر میزی توی این دنیا یه نسخه ناقص از میز دنیای ایده ها. افلاطون میگفته که وضعیت روح انسان هم دقیقاً همین جوری بوده. روح انسان توی دنیای کامل و بدون محدودیت ایده ها با همه ظرفیت ها و همه توانایی هاش وجود داشته و با تولد یکو وارد دنیایی میشه که پر از محدودیت و پر از نقصه. پس به همین دلیله که از نگاه افلاطون تولد مرحله‌ایه که در واقع روح انسان از حالت آماده بودن و امکان زندگی رو داشتن وارد یه تجربه واقعی و ملموس میشه و حالاست که تلاششون میکنه با همه محدودیت ها و نقص هایی که این دنیا داره به همون کمالی برسه که توی دنیای ایده ها داشته. از نگاه افلاطون انگار تمام عمر آدمی توی رسیدن به همین داستان میگذره، اینکه دوباره به همون کمالی که توی قدیم داشته برسه. ولی هایدگر چجوری فکر میکرده؟ هایدگر فیلسوف آلمانی قرن 20 که مثل همه فیلسوفای آلمانی یه جدیگرایی افراطی داشته، میگفته که ما به این دنیا نیومدیم بلکه به این دنیا پرتاب شدیم. یعنی اینکه هیچ کس قبل از اینکه ما به این دنیا بیایم ازمون نپرسیده که
اصلا میخوایم بیایم یا نه. البته که به نظر من ازمون پرسیدن و جوابش هم دادیم، فقط یادمون نمیاد، یا هیچ کس ازمون نپرسیده که دوست داریم مامان بابامون چه شکلی باشن، تو چه خانواده‌ای به دنیا بیایم، یا حتی تو چه جغرافیایی باشیم. ما بدون هیچ اراده‌ای فقط به یه دنیایی پرتاب شدیم. تصور کنید چقدر میتونه عجیب باشه اگه یکی همین الان دستتون رو بگیره و ببردتون تو آخرین نقطه دنیا و بدون اینکه هیچ چیزی بگه یا اجازه بده شما حرفی بزنید پرتتون کنه توی دنیای دیگه. واقعا چه اتفاقی میفته؟ هایدگر میگه وقتی ما اینجوری بی اراده به این دنیا پرتاب شدیم اغلب 2 اتفاق برامون میفته. اولیش رنجه و دومیش آزادی. رنج که داستانش معلومه. وقتی که ما اینجوری بی اراده به این دنیا پرتاب شدیم و میفهمیم که هیچ چیز انگار دست ما نیستش، یه رنج زیادی وجودمون رو در بر میگیره، یه اضطراب خیلی زیاد از بی‌پناهی تو این دنیایی که هیچ چیزی ازش نمیدونیم. اما خب هایدگر اینو پایان ماجرا نمیدونه. هایدگر میگه که آگاهی از پرتاب شدگی میتونه ما رو به نقطه‌ای برسونه که ما به آزادی برسیم. اینجا منظورمون از آزادی یه نوع توانایی معنا دادن و در واقع شکل دادن به زندگیه. شاید هیچ وقت نتونیم پرتاب شدنمون به این دنیا رو عوض کنیم، اینکه کی، کجا و با چه شرایطی به دنیا بیاییم. اما اگه فقط یه انتخاب داشته باشیم، اونم اینه که با همین شرایطی که داریم قراره چی کار کنیم، قراره چی جوری زندگی کنیم یا قراره چی جوری رفتار کنیم. اینجاست که اون در واقع رنج خیلی زیاد و اون اضطراب خیلی زیادی که از اول داشتیم کم کم میتونه به یه آزادی برسه. آزادی از این که شاید بتونیم خودمون هم دستی تو سرنوشتمون داشته باشیم و خودمون هم بتونیم انتخاب کنیم. و بالاخره لحظه تولد، نخستین پاسخی که بدن به زندگی میده. لحظه‌ای که شاید هیچ چیزی ازش به یاد نیاریم، اما به قطعیت میتونیم بگیم شگفت‌انگیزترین چیزی بوده که تا حالا تجربهش کردیم. میگن تولد آغاز زندگیه، اما میدونیم که تولد چیزی بیشتر از یه شروعه. اولین تعامل ما با جهان، اولین گفتگوهامون با واقعیت و اولین باری که مفهوم خود به نوعی زنده میشه. میتونیم بگیم اینجا اولین جاییه که یک من مستقل در جهان حضور پیدا میکنه. من مستقل میتونه احساس کنه، میتونه واکنش نشون بده و میتونه درگیر جهان بشه. قبل از اون وجود ما در رحم کاملا وابسته به مادر و تحت کنترل دیگری بوده. اما تولد بالاخره لحظه‌ایه که شروع تجربه واقعی هویت و حضور مستقل فرد در جهانه. با تولد نوزاد وارد محیطی میشه که همه چیز براش کاملا جدیده. هر صدا، هر لمس، هر نور محرکیه برای مغز کوچیک و در واقع سردرگم نوزاد تا شبکه‌های عصبی جدیدتری برای شناخت دنیا بسازه. تو این زمانه که نوزاد یاد میگیره کدوم محرک‌ها امنن یا کدوماشون امن نیستن. مثلا لمس پوست مادر، آغوش مادر یا صدای مادر حس امنیت و آرامشی رو توی نوزاد به وجود میاره که میتونیم بگیم از قوی ترین احساساتیه که جهان تا اون لحظه بهش هدیه داده. حتی تجربه های ساده روزمره مثل نگاه کردن به پنجره یا همون نور پنجره، شنیدن صدای قدم‌های دیگران، همه براش قراره تبدیل به یه سری داده بشه که در واقع مغز نوزاد برای شناخت محیط اطرافش استفاده کنه. حتی حرکات کوچیک بدن و واکنش های اون، مثل اینکه با انگشتش دست کسی رو بگیره یا مثلا پیچ و تاب خوردن
برای رسیدن به یه چیز، دست و پا زدن برای رسیدن به یه چیز، همه به ما نشون میده که مغز نوزاد داره سعی میکنه به سرعت با محیط بیرونی هماهنگ بشه. البته یه چیزی هم که باید بهش اشاره کنیم راجع به اون نگاه کردن به نور پنجره و بینایی نوزاد اینه که دید نوزادی که تازه متولد شده 20 و نهایتاً دیگه 30 سانته و جالبی ماجرا اینجاست که این دقیقاً همون فاصله ایه که در واقع صورت مادر هنگام شیر دادن یا در آغوش گرفتن فرزند با صورت اون قرار داره. انگار تکامل طوریه که این فاصله بین صورت مادر و صورت فرزند با هم هماهنگ بشه تا تعامل و عشق بین این دوتا به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته. توی چرخه تکامل دید نوزاد هم اگه بخوایم یه توضیحی بدیم، نوزاد توی ماه‌های اول بیشتر جذب حرکات میشه، جذب چهرهایی که خیلی نزدیک بهشن و فقط میتونه نور و تاریکی رو بشناسه، هنوز رنگ‌ها رو نمیتونه بشناسه. هر چقدر که جلوتر میره میتونه تمرکزش رو روی اشیا در واقع بیشتر کنه و رنگ‌ها رو پیدا کنه و توی ماه 10 تا انتهای ماه 12 چیزی رو میبینه که یک فرد عادی بزرگسال میتونه ببینه. اکثرا دیدیم که بلافاصله بعد از تولد نوزاد روی سینه های مادر و در آغوش اون قرار میگیره. این کار بیشتر از اینکه یه سنت یا یه حس خوب باشه پر از دلایل علمی و فیزیولوژیکیه. تماس مستقیمی که پوست مادر با پوست نوزاد داره باعث میشه که ضربان قلبشون و در واقع تنفسشون با هم هماهنگ بشه. اینجاست که مادر و نوزاد با هم شروع به یک گفتگوی شیمیایی میکنن. حتی میتونیم بگیم برای نوزادی که تازه به دنیا اومده و هنوز نمیتونه دمای بدنشو کنترل کنه، آغوش مادر باعث میشه که یه دمای ثابتی پیدا کنه و بدنش گرم و گرمتر بشه. و بالاخره اولین پل میان من و دیگری، جایی که عشق مهمترین حقیقت وجودیمون برای نخستین بار پا به جهان میذاره. به این تجربه میگیم عشق اولیه، پیوندی که قطعاً پایه و اساس همه تجربیات آینده ما رو میسازه. تو این تجربه کودک یاد میگیره که جهان میتونه امن باشه یا نه، یاد میگیره که آیا وجودش ارزشمند هست یا نه، یاد میگیره که با همه رنجی که از این دنیایی که اینقدر ناشناخته است داره، آیا آغوشی هست که بتونه بهش پناه ببره. میدونیم که این حس اولیه فقط به اون لحظه محدود نمیشه. هر تجربه‌ای از یه رابطه واقعی توی آینده ما بازتابی از همون عشق خالص و مثال نزدنیه. انگار ما همه عمرمون در حال تلاشیم که عشقی که اون زمان تجربه کردیم و دوباره پیدا کنیم. یادمون نره که تولد لحظه بسیار ارزشمندیه. هر تولد لحظه کوتاه ولی پر از معناست. لحظه‌ای که آغاز زندگی ما و سازگاری ما با دنیا شکل میگیره. لحظه‌ای که برای اولین بار با جهان روبرو میشیم و هم رنج و هم زیبایی این دنیا رو حس می‌کنیم. و در نهایت این اپیزود به همه مادرهای دنیا تقدیم میشه. به همه مادرانی که روزی زندگی بخشیدن و به کسی که بزرگترین محبت دنیا یعنی عشق رو یادم داد. خیلی ممنون که با من همراه بودید و خیلی ممنون که اجازه دادید دوباره تو بین این همه حرفای مختلف من میزبانتون باشم. تو قسمت بعدی میبینمتون. خدافظ.